بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی. امروز بعد از گذشتن قرنها مشاهده می‌کنید که نوروز وسیله است برای ارتباط قلبی میان مردم و میان مبدأ عظمت و عزت، یعنی ذات مقدس باری تعالی. بزرگترین معروف‌ها عبارت است در درجه اول ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی. هر کسی که در این راه تلاش کند آمر به معروف است. نقطه مقابل اینها هم عبارت است از منکرها. ابتذال اخلاقی منکر است، کمک به دشمنان اسلام منکر است، تضعیف نظام اسلامی منکر است، تضعیف فرهنگ اسلامی منکر است، تضعیف اقتصاد جامعه، تضعیف علم و فناوری منکر است. از این منکرها باید نهی کرد. امروز وظیفه همه آحاد ملت این است که از مسئولین دولتی حمایت کنند. این مخصوص این دولت نیست، مربوط به همه دولت هاست. دولت هایی که بعداً هم سر کار میان همین خصوصیت رو دارند. هر دولتی البته منتقدینی دارد. دولت‌های قبلی هم هر کدامی انتقاد کنندگانی داشتند. تا اینجای قضیه هیچ اشکالی ندارد، اما انتقادها باید در چهارچوب منطقی باشد. در سه قوه این رو تأکید میکنم، اونها هم باید با منتقدین خود رفتار مناسبی داشته باشند، اونها رو تحقیر نکنند. یکی از بزرگترین چالش‌های کشور امروز مسئله اقتصاد ملی است. هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند یک حرکت جهادی انجام داده است. در این عرصه کارزار هر کسی بتواند به نفع کشور تلاش کند جهاد کرده است.